من زنده بیرون آمدم از گورها، از گورها. نزدیک یاران آمدم از دورها، از دورها. چون بر وطن باز آمدم بر خویشتن باز آمدم. گنجی مرا نبود بها، گنجورها، گنجورها. دامان کشور آمدم، دامان مادر آمدم. آدمی زادم، برای آدمی جان میکنم. کنده شد گر رشته جان زکین جان میکنم. 100,000 کاوس و کیمان که از تخت افتند، رستم گر افتاد از تخت زین جان میکنم. عزیزان و محفل امروزه شعر و سرود، شعر استاد شاعر شادروان، شاعر بیدار دل و همیشه زنده، استاد لایق شیرعلی. خوش آمدید. استاد لایق شیرعلی شاعر انسان پرور بود. از ملتچگی، از محلچگی، از خیش و تباربازی پرهیز میکرد. ببینید لایق در هر موضوع اگر سخن بیت شعر گفته باشد بهترین است. بهترین شعر مادر را لایق سروده است. بهترین شعر عاشقانه را لایق سروده است. لایق انسانی بود که میخواست به آدم از روی منصوبیت ملیش نه، از روی آدمگریش بها دهد. و میگوید که تاجیکان و ازبکان را خداوند یک جای آفریده است و در جهان قوه نیست که آنها را از هم جدا کرده تواند، زیرا از خداوند قدرتمندتر، قادرتر نیست. این سخن لایق است. و در یک بیتش میگوید کسی که تاجیک و ازبک جدا کرد، جدایی از رسول و از خدا کرد. ما تاجیکان ازبکستان به هیچ محابا با کمال درک مسئولیت گفته میتوانم انسان های خوشبخت هستیم. این سرزمین ما سرزمین امنیت است، سرزمین آسودگی است، سرزمینی که حضرت انسان به عرش اعلا برداشته شد، قدر انسان بلند کرده. منو ببینید در یک گوشه دوردست که حتی از مرکز ولایت ما چندین فرسخ‌ها دور است، امروز ما تاجیکان سرخ زمین جشن یعنی یاد بود استاد لایق شاعر محبوبمان را با آزادی، با دلخوشی گذرانده ایستاده. خودش این بخت است. به قدر همین چیز رسیدن و این را چون گوهره که چشم احتیاط کردن ضرور. اگر امنیت نباشد، اگر آسودگی نباشد، ما به این بخت نمی رسیدیم. اگر بین اون ملت و قومیت هایی که در ازبکستان زندگی میکنند برادری و برادری نمی بود، امروز من و شما اینجا نمی نشستیم. به قدر همین چیز رسیدن، به قدر این وطن رسیدن و شکرانه همین روز را گفتن ضرور است. خود استاد لایق میگوید اگر یک لحظه ناشکری همین دور زمان باشد، سیاه رویم، سیاه روزم، سیاه روزی که باز میرسد وقتی زوال من یاد کنه از من و نقص و کمال من. نوشت می به خاطری جامی شکستیم، نوشت می به خاطری جامی شکستیم. خانت شعری حافظ و سایی مثال من، خانت شعری حافظ و سایی مثال من.
مستانه کار کنی بر حقی آن کی داد بسه گوشمال من بر حقی آن کی داد بسه گوشمال من آن نم نهال من روزی بیدا مردیم خونگیریه میکنم های شوخی و گریت به حال من روزی ویدا مردیم خونگیریه میکنم گر چشم های شوخی و گریت به حال من گر چشم های شوخی و گریت به حال من خانه شیری حافظ و سایی مثال من استاد لایق میگوید شاعری اصلا وطنداری بود نه سخن بافی به موضوع وطن شاعری آن است که با صوت شعر به وطن را آورد سوی وطن مقصد از تشکیل این بزم همین است که آنهایی که با امر نفس ترک وطن میکنند به خارجه میروند با امید بازشوی و وطن گدا کفن گدا میشوند خلاصه برارند باشد که فرزندان سوخ ما همین وطن را همین خاک تبرک پدر و باباشان را عزیز دارند من وقتی این چیز تشکیل کردیم التماس کرده بودم که از طلبه ها خواننده ها جوان ها بیشتر شوند سبب این است دادران و خواهران عزیز شما وقتی که از خانه میبراید خواه دختر خواه پسر اگر یگان نامعقولی کردیم نگویند دختری فلانی پسری فلانی لیکن وقتی که از سوخ میبراید میگویند سوخی وقتی که از فرغانه میروید میگویند فرغانگی وقتی که از ازبکستان میبراید میگویند ازبکستانی در دوش من و شما در پشت من و شما پدر و مادر ما ایستادند اسناد ناموز افتخار فخر و غرور ما پدر و مادر ما دادر و خواهر ما برادران ما ایستادند در پشت من و شما میلیون ها خلق ازبکستان و این سرزمین نازنین ایستاده است همین چیز را از امروز هم و وقتی که به کمال میرسید به خارجه میرید یا جای دیگر میرید التماس فراموش نکنید خدمت به پدر و مادر احترام به پدر و مادر چی؟ پدر و مادرای ما به خدمت ما و مهر و محبت ما اصلا زار نیستند در تصور من حرمت پدر و مادر همین است که ما اول سالم باشیم طرز حیات سالم بریم بیمار نشویم به ورزش مشغول شویم و به سر آنها تشویش نیاریم به نظر من احترام پدر و مادر دوستداری پدر و مادر از همینجا شروع میشه دویمش وقتی که ما به کوچه میبرایم اگر رحمت هم آوردن نتوانیم حداقل نعلت نبیاریم پدر و مادر ما را که ما را با صد عذاب و مشقت کلان کرد
خودش نپشته و ما را خوراند و پوشاند شرمنده نکنید. باور کنید وقتی که از تلویزیون مرکزی مسکو یا از دیگر سایت های اینترنت میبینم یک چیز بدن مرا میلرزاند، اما خدا نکند که یگان نشکتی دست به افتیدگی یا یگان گروه های ارتجاعی دینی و همراه شدگی از ازبکستان نباشد. بیایید خدا میان نگاه داریم. برادران عزیز، خواهران عزیز، دادران عزیز، نان یافت می شود، یافتن نام دشوار. امروز خدا مایه نفس به دادشت فردا مایه نسوزه. لایق میگوید از کوه چون سنگ فتد صد سنگ را بیجا کند، مرد چون نامردی کند صد مرد را رسوا کند. انا همین جماعت و راست دیگه بیگان چی با تمام اخلاصمندی خالصانه گفتنی هستم که حمد و سپاس به قانون اساسی ازبکستان که برابری تمام ملت‌های این کشور را تاکید کرد و کفالت داد. این من شما اشتن ما صحبت‌های امروزه ما ثمره میوه قاموس بخت ماست. داملا درباره زبان گپای عجایب زدن. راستی که میدونید من از یک چیز خفم هست، بعضا افسوس با میگم. در اینترنت خواندم چند بار دعوای تاجیکی کردین و فلان 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 و لیکن صد افسوس که وقتی همون جمله های نوشته هاشون خواندم در یک جمله 10 ها صد ها خطا هست. من حیرانم چخیل تاجیکی که زبان ناموخته دعوای تاجیکی میکنی. با میگم این ملتچگی علامت جاهلی است. کسی که مادر خودش واقعا ناز میبیند برای وی مادرای تمام دنیا مقدس است. زبان اول آموختن در کار، اول دانستن در کار. پیش از آن که با رودکی افتخار کنیم، با فردوسی افتخار کنیم، پیش از آن که با لایق افتخار کنیم، اقل یک بیت رودکی اول از یاد کنیم، یک بیتش قدش برسیم. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نقطه نگیریم مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری. مرد میگه 1150 سال پیش ملک الشعرا استاد رودکی همین چیزا گفته گذشته. آدم الشعرا. اما امروز چیکار کردیم؟ دعوای تاجیکی میکنیم لیکن دیگری رو تحقیر میکنیم. کنی آدم گراییم. برای همین خواهش میکنم، التماس میکنم از بلای ملتچگی، از بلای محل بازی دور باشید. شخصا برای من از اون که با زبان تاجیکی به فراستانه گم میزند، با زبان تاجیکی انسان تحقیر میکند، اگر با دیگر زبان با محبت گپ زند، من عاشق همان دوییم، من همان احترام میکنم. اگر این دوستان اهلی صفایی، و دردی شاعران در آشنایی. اگر این دوستان اهلی صفایی، و دردی شاعران در آشنایی. اجل چون چشمی شاعر را بپوشی، شما دیوانی شعرش را بشوید. اجل چون چشمی شاعر را بپوشید، شما دیوانی شعرش را بشوید. و قصدی من اگر داری فقط موش، تو را لعنت کند 71 پوش. و قصدی من اگر داری فقط موش، تو را لعنت کند 71 پوش.
مرا تو میکشی با مکر و تهمت، ولی ارواح من خواهد تو را کشت. مرا تو میکشی با مکر و تهمت، ولی ارواح من خواهد تو را کشت. درختی عمر پیوند نگیرد، اجل را عقل در بند نگیرد. درختی عمر پیوند نگیرد، اجل را عقل در بند نگیرد. غنیمت ای جوانان پند پیران، که از پیران اجل پند نگیرد. غنیمت ای جوانان پند پیران، که از پیران اجل پند نگیرد. یکی از دستی پولداران بمیرد، دیگر در زیر پول باران بمیرد. یکی از دستی پولداران بمیرد، دیگر در زیر پول باران بمیرد. ولی من عاشقم بر آن عزیزه، که زیر بار پول باران بمیرد. ولی من عاشقم بر آن عزیزه، که زیر بار گل باران بمیرد. اگر ای دوستان اهلی صفای، و دردی شاعران گر آشنای، اجل چون چشمی شاعر را بپوشی، شما دیوانی شعرش را گشایید. اجل چون چشمی شاعر را بپوشید، شما دیوانی شعرش را گشایید. شما دیوانی شعرش را گشایید. شما دیوانی شعرش را گشایید. یاد آسیا اگر بوده است آن سؤال، گردان زی آب چشمی من یک آسیا نشد. ای یار یاری گم شده در دشتی اشتباه، بوده ما تو چشمه دریا چرا نشد. بوده ما تو چشمه دریا چرا نشد. بوده ما تو چشمه دریا چرا نشد. سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد. سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد.
بازی ما و تو قسمت ریزا نشد. هر تیر کی به من زدن از من خطا بجست، اما امان جانم از تیری قضا نشد. اما امان جانم از تیری قضا نشد. اما امان جانم از تیری قضا نشد. سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد. سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد. عمرم وفا نکرد، این روز یاری با وفا عمرم وفا نکرده. یاری با وفا عمرم وفا نکرده. سوگند خورده بودم و از من وفا نشد. سوگند خورده بودم و از من وفا